مگه میشه هم حدود 1 سال بری دور دنیا رو به چرخی و تفریح کنی، هم تو همون تفریح بزرگترین شرکت ورزشی جهان رو پایه‌گذاری کنی؟ این دقیقاً کاریه که فیل نایت کرد. فیل نایت متولد 24 فوریه 1938 یعنی 5 اسفند 1316، حدود 87 سال پیش. تو شهر پورتلند تو ایالت اورگن به دنیا اومد. یه پسر خجالتی ریزه میزه و لاغر با موهای روشن و یکم رنگ پریده بود. تو تخیلاتش خودشو نویسنده یا روزنامه نگار یا یه سیاستمدار بزرگ میدید، چون پدرش وکیل بود، یه شغل دولتی داشت، بعد اون موقع تازه اومده بود از شغل دولتیش بیرون، یه روزنامه رو اداره میکرد. فیل خیلی آدم رقابتی بود، عاشق ورزش بود. اولین انتخابش دقیقاً مثل مستر بیست که تو ویدیوی قبلیمون در موردش صحبت کردیم بیسبال بود. یه مدت بیسبال کار کرد اما نتونست به جایی که میخواد برسه. معمولاً برای تیم انتخابش نمیکردن. یه روز که دیگه خسته شده بود از این وضعیت، تصمیم گرفته بود که دیگه کلاً ورزشو بذاره کنار. مادرش اومد پیشش نشست، باهاش صحبت کرد، بهش پیشنهاد داد که 2 میدانی رو امتحان کنه. رفت توش، موفقم شد. تو چند تا مسابقه مهم شرکت کرد، مقامم آورد. از این قهرمانیایی که آورد یه سری مدال به دست آورد که با روبان آبی وصل شده بود به دیوار اتاقش. تو چند سال بعد از دبیرستان 2 تا اتفاق آینده فیلو برای همیشه تغییر داد. اولیش حضور توی تیم 2 میدانی دانشگاه اورگن بود. فیل رفت تو دانشگاه اورگن، اونجا مدیریت کسب و کار خوند. همزمان رفت تو تیم 2 میدانی دانشگاه عضو شده بود. اونجا مربیش فرد بزرگ و تاثیرگذار تو تاریخ 2 میدانی آمریکا بود، آیه بیل باورمن. باورمن همیشه دنبال یه سری کارا بود که بتونه تجربه ورزشکارای 2 میدانی رو بهتر کنه. کفشای مختلف اختراع می‌کرد، میداد ورزشکاراش امتحان می‌کردن، که اتفاقا یکی از این کسایی هم که کفشا رو امتحان می‌کرد فیل بود. بعد اگه این کفشا خوب عمل می‌کرد، میرفت تو پای ورزشکارای حرفه‌ای یا المپیکی، چون باورمن تو چند تا از المپیک‌ها هم مربی تیم ملی آمریکا بود. ورزش کنار باورمن باعث شد فیل بیشتر در مورد ساختار کفش 2 میدانی اطلاعات داشته باشه، چیزی که بعداً خیلی به دردش خورد. دومیش هم کسب و کار توی دانشگاه استنفورد بود. بعد از دانشگاه اورگن فیل رفت تو استنفورد، اونجا MBA گرفت. یه بار توی یکی از کلاس‌ها استادشون بهشون یه پروژه‌ای داد که یه مقاله‌ای بنویسن، توش یا وارد یه کسب و کاری بشن، رشدش بدن، یا خودشون یه کسب و کار موفق راه اندازی کنن. عنوان مقاله‌ای که فیل نوشته بود این بود: آیا کفش‌های ورزشی ژاپنی می‌توانند کاری که دوربین‌های ژاپنی با دوربین‌های آلمانی کردند را با کفش‌های ورزشی آلمانی بکنند؟ یکم عنوانش پیچیده بود. ببینید داره میگه که دوربین‌های ژاپنی تونستن جای دوربین‌های آلمانی رو توی بازار آمریکا بگیرن. حالا فیل پیش بینی می‌کرد که این اتفاق میتونه برای کفش‌ها هم پیش بیاد. مثلا اون موقع پوما و آدیداس که برندهای آلمانی هن تو آمریکا خیلی پرطرفدار بودن، تمام بازار دستشون بود. ولی ژاپن از بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولتشون داشت رشد میکرد. فیل احساس میکرد که این سیاست‌های اقتصادی کم کم خیلی از محصولات دیگر هم درگیر خودش میکنه. یکی از این محصولات هم خب کفش بود دیگه. استاد فیل از این مقاله فیل خیلی خوشش اومد، بهش بالاترین نمره رو داد. همینم باعث شد که فیل این ایده رو بیشتر جدی بگیره. همش به این فکر میکرد که چجوری میشه همچین چیزی رو عملی کرد. تو فکرش بود که کاش میشد یه بار پاشه بره ژاپن، وضعیت رو بررسی کنه. همینم باعث شده بود که همیشه یه فکر سفری توی ذهنش باشه. کم کم این فکر گسترش پیدا کرد، تبدیل شد به یه برنامه سفر دور دنیا. خوش میگه که چون دوست داشت قشنگترین و شگفت‌انگیزترین و مقدس‌ترین جاهای دنیا رو ببینه، غذاهای مختلف رو بچشه، زبانهای دیگر هم بشنوه و با فرهنگای دیگه آشنا بشه. به این نتیجه رسیده بود که اگه الان نره شاید تا 40 سال دیگه نتونه این کارو بکنه. رفت با یکی از دوستاش صحبت کرد، یه برنامه سفر تقریبا 1 ساله ریختن به سرتاسر جهان. مطمئناً
توکیو یکی از این شهرها بود. میخواست بره ببینه ایدهش عملیه یا نه. شاید میتونست یه شرکت تولید کننده کفش پیدا کنه، ایدهش رو باشون مطرح کنه. فیل و دوستش ماشین فروختن و از این ور اون ور پول جور کردن و رفتن هاوایی تا سفر دور دنیاشون رو شروع کنن. یه ماهی توی هاوایی موندن. توی اون مدت چند جا رفتن کار کردن، خرج اشغالشون رو در می آوردن. یکی از کاراشون این بود که میرفتن دایرةالمعارف میذاشتن دم در خونه مردم. پیک بودن در واقع. یا مثلا بازاریاب فروش یه کتابی بودن. یه مدت هم فیل تنهایی توی شرکت سرمایه گذاری کار کرد. چند هفته گذشت، فیل تصمیم گرفت که بره ژاپن دنبال ایده‌اش. البته دوستش دیگه باش نیامد. تو هاوایی دوست دختر پیدا کرده بود، می‌خواست بمونه همونجا. فیل رفت ژاپن. قبل اینکه بره با یه شرکتی، حالا که هنوز نمی‌دونست چه شرکتی، صحبت کنه، چند روز حسابی توکیو رو گشت تا ژاپنی‌ها رو بیشتر بشناسه. بعد رفت یکم پرسجو کرد و اینور و اونور که یه کمپانی پیدا کرد به اسم اونیتسوکا که تولید کننده کفشای دو میدانی بود به اسم تایگر. زنگ زد، یه قرار ملاقات باشون گذاشت، بهشون گفت که یه تاجر آمریکایی اومده نماینده فروش کفشای تایگر تو آمریکا بشه. وارد دفتر شرکت که شد، یه نفر اومد به استقبالش، باش دست داد، بهش تعظیم کرد، بعد برد شرکت رو بهش نشون داد، بردش تو کارخونه. هر جا میرفتن کل دفتر براشون بلند میشدن، به فیل تعظیم میکردن. تصورشون این بود که یه تاجر بزرگ از آمریکا اومده شرکتشون، در حالی که مثلا فیل یه پسر 24 ساله معمولی بود که واقعا فقط یه ایده داشت. بعد از اینکه بازدیدشون رو کردن از شرکت و کارخونه و اینا، رفتن توی اتاق کنفرانسی نشستن. 6 نفر از سمت این شرکت اونیتسوکا اومده بودن، نشسته بودن پشت میز که با فیل مذاکره کنن. حالا یه لحظه تصور کنید یه پسر 24 ساله استخونی و رنگ پریده با قیافه معذب و خجالتی نشسته سر میز. 6 تا آدم خارجی هم با لباسای رسمی نشستن دور میز، همه خیره بهش منتظرن که این فقط صحبت کنه. بعد یه لحظه سکوت فرا گرفته بود همه جا رو. اصلا همون اول قبل اینکه فیل حرف بزنه یکی پرسید که آی نایت، اسم شرکتتون چیه؟ فیل اینطوری بود که اصلا به اینجاش فکر نکرده بود، خب چون شرکتی نداشت واقعا، خب نمیشد هیچی نگه که. همون لحظه فکر کرد تا یه اسمی رو شرکتش بذاره. تو ذهنش رفت تو خونه پدر مادرش، رفت تو اتاقش. رو دیوار اتاق چند تا مدال قهرمانی دو میدانی بود با روبان آبی وصل بود به دیوار. اونا تنها دستاوردی بود که تا قبل از 24 سالگی، یعنی تو این 24 سال زندگیش، فیل به دست آورده بود. بعد چند تا روبان آبی بود دیگه. فیل اینطوری بود که بلو ریبن یه اسپورت گذاشت تهش و گفت که من از شرکت بلو ریبن اسپورت خدمت شما هستم. بعد شروع کرد یکم از همون مقاله دانشگاه استنفوردش رو برای ژاپنیا ارائه داد. اینکه بازار کفش آمریکا خیلی خلأ داره و شما با قیمت مناسبتون به نسبت آدیداس و پوما میتونید کلی تو آمریکا فروش کنید و از این حرفا. حرفای فیل که تموم شد، ژاپنیا یکم با هم صحبت کردن، بعد رفتن با چند تا نمونه از کفشاشون اومدن. فیل هم شروع کرد با توجه به اطلاعاتی که کم و بیش از ساختار کفشا داشت، راجع به اون نمونه ها یه نظرایی داد که همینم باعث شد ژاپنیا خیلی خوششون بیاد ازش. بهش پیشنهاد نمایندگی فروش دادن. فیل هم همونجا 12 تا کفش بهشون سفارش داد، از شرکتشون اومد بیرون. از شرکت که اومد بیرون سریع برگشت مسافرخونه، وسایلشو جمع کرد، رفت فرودگاه و راهی مقصد بعدی سفرش شد. 5-6 ماه تو سفر به شهرهای مختلف جهان بود تا بالاخره تو روز تولد 25 سالگیش برگشت خونه. رفت تو اتاقش، چشمش خورد به اون مدالایی که به دیوار وصل بود. مدالایی که روبان آبیشون الان تبدیل به یه شرکت ورزشی شده بود. 7-8 ماه بعد از این که فیل برگشت آمریکا، بالاخره کفشا رسیدن. روزی که کفشا رسیدن برای فیل یه روز خاص بود. رفت بندر، بسته رو تحویل گرفت تا خونه دوید. اولین کاری هم که کرد این بود که یه جفت کفشا رو با یه نامه فرستاد برای بیل باورمن، همون مربی سابقش.
حس میکرد که باورمن از این کفشا خوشش میاد، هم به خاطر سبک بودنش، هم به خاطر اینکه اسمشون تایگر بود. چون فیل تعریف میکنه که باورمن همیشه قبل از مسابقات تو رختکن بهشون میگفته که وقتی رفتین تو زمین ببر باشین. فیل با خودش میگفت که باورمن همیشه دوست داره ورزشکاراش ببر باشن. اسم این کفشام که تایگره، یعنی ببر، پس حتما خوشش میاد. امیدش این بود که باورمن چند تا از این کفشا رو برای تیمش بخره. حتی اگرم نمیخرید خیلی دوست داشت که نظرشو در موردشون بدونه. تایید باورمن خیلی برای فیل مهم بود. و خب همطور که فیل پیش بینی میکرد، باورمن از کفشا خوشش اومده بود، حتی بهش پیشنهاد شراکت داد. این یه افتخار بزرگ برای فیل بود، اینکه با بیل باورمن افسانه‌ای شریک بشه. فیل نایت و بیل باورمن همون شرکت بلو ریبن اسپورت رو تأسیس کردن. بعدش هم نفری $500 گذاشتن، 300 جفت کفش به ژاپنیا سفارش دادن. محموله کفشا که رسید، بزرگترین چالش فروختنشون بود. فیل برای هر جفت کفش قیمت $7 گذاشته بود، یعنی 2 برابر قیمت خرید، که خب خیلی سود خوبی بود. پسار تو زیرزمین خونه باباشینا گذاشت، از کارش استفاده داد، کل تمرکزش رو گذاشت رو فروش کفشا. اول رفت چند تا مغازه لوازم ورزشی فروشی، ولی اونا قبول نکردن که کفشا رو ازش بخرن. پس تصمیم گرفت خودش کفشا رو بریزه تو صندوق عقب ماشینش، بره هر جا قرار بود که یه مسابقاتی برگزار بشه کفشا رو بفروشه. یه ماشین پلیموث ولیانت سبز رنگ داشت، اگه اسمشو درست بگم. کفشا رو میریخت پشت این ماشینش، کل ساحل غربی اقیانوس آرامو با ماشین میرفت، تو هر جایی که مسابقات 2 میدانی بود اونجا اتراق میکرد، با مربی‌ها، دونده‌ها، با هوادارا صحبت میکرد، کفشا رو بهشون نشون میداد. اولین کفشا رو اینطوری فروخت. سفارش بعدیشون 900 جفت بود. بعد سفارش دیگه همینجور بیشتر و بیشتر میشد. خیلی زود حجم کاراش انقدر زیاد شد که چند نفر استخدام کرد که براش کار کنن. اولین فروشگاه روبان آبی بیشتر از 2 سال بعد از تأسیس شرکت تو کالیفرنیا راه افتاد. سانتا مونیکا، بولوار پیکو، شماره 3107. البته تا 5 سال هنوز هیچ دفتر کاری نداشتن، صرفا یه جایی رو برای انبار گرفته بودن. یکی از کارهایی هم که تو این چند سال کرده بودن این بود که بیل باورمن چند تا کفش 2 میدانی طراحی کرده بود. اینا رو داد به همون شرکت ژاپنیه، به همون اسم تایگر براشون تولید میکردن. اما چی شد که شرکت نایکی به وجود اومد؟ یه 6-7 سالی که پیش رفتن، یه سری اختلاف بین روبان آبی و ژاپنیا پیش اومد. به خاطر همین فیل داشت به این فکر میکرد که کفشاشون رو بدن یه کارخونه دیگه ای تولید کنه. اما خب قراردادی که داشتن انحصاری بود، نمیتونستن با کارخونه دیگه ای کار کنن تو ژاپن یا تو هر جای دیگه ای. ولی خب نکته مثبت قضیه این بود که قراردادشون فقط مربوط به کفشای 2 میدانی بود. به خاطر همین فیل تصمیم گرفت که برای یه ورزش دیگه تو یه کارخونه دیگه با یه برند دیگه که این دفعه برند خودش بود کفش تولید کنه. اما شرکت دوم اسمش چی بود؟ اسمی نداشت هنوز. دوباره فیل از کارخونه جدیدی که باشون صحبت کرده بود 1 هفته وقت گرفت تا اسم برندشون رو بهشون اعلام کنه. رفت بین همکارای خودش رو روبان آبی این قضیه رو مطرح کرد، گفت هر کی یه اسمی برای شرکت جدید پیشنهاد بده. همه یه اسمی میگفتن دیگه. مثلا پیشنهاد خود فیل بعد 6 بود که خب باش موافقت نشد. نایکی پیشنهاد اولین کارمند شرکت بود، یکی از همدانشگاهیای فیل که اولین همکارش بعد از باورمن بود. یه روز مونده بود به موعد اعلام اسم برند، طرف زنگ زد به فیل، گفت که شب از خواب پریده یه اسمی به ذهنش رسیده، اسم نایکی. نایکی یا نیکی یا نیکه الهه پیروزی یونان باستانه که بیشتر به صورت یه افسانه است، به شکل یه فرشته بالدار با تاج میکشنش. فیل اونقدر تحت تاثیر این اسم قرار نگرفته بود، دوستم نداشت که با عجله تصمیم بگیره، ولی خب مجبور بود، وقت نداشتن. چند بار برای خودش اسم نایکی رو نوشت، N-I-K-E، نایکی کوتاهه، خوب تو دهن میچرخه، یه حرف قوی مثل کی داره که تو یاد میمونه. مهمتر از همه الهه پیروزیه. خب چه چیزی بهتر از پیروزی؟ دلش با این اسم نبود ولی انتخابش کرد. با خودش گفت نایکی
شاید کم کم ازش خوشم اومد. اولین نمایشگاهی که بعد از تولید کفشای جدید برگزار شد، فیل و تیمش با 2 محصول توش حاضر شدن. کفشای 2 میدانی با جعبه‌های آبی برند تایگر و کفشای بسکتبال با جعبه‌های نارنجی برند نایکی. اون موقع همه کفشا تو جعبه‌های سفید یا آبی بود. ولی فیل خواست کفشای جدیدش خیلی خاص و تو چشم باشه، پس رنگ نارنجی رو انتخاب کرد. بعد فیلینا یه ابتکار دیگه هم به خرج دادن. جعبه‌های آبی رو مرتب گذاشته بودن یه طرف قرفه. جعبه‌های نارنجی رو به صورت هرم چیده بودن طرف دیگه قرفه. تقریبا هر کی می اومد توجهش به اون جعبه‌های نارنجی جلب می‌شد. کسایی هم که می اومدن خریدارای خرد نبودن، نماینده‌های فروش و پخش کننده‌ها بودن. اونجا کلی سفارش گرفتن. کم کم نایکی تو محصولای دیگه هم وارد شد، تونست فروشش رو از آدیداس هم بیشتر کنه. بزرگترین مزیت نایکی نسبت به رقیباش محصولای بهترش بود. چیزی که فیل نایت همیشه میگه، این که اگه به محصولی که داری میفروشی باور داشته باشی، نیاز به شلنگ تخته انداختن برای فروشش نیست. برای اینم که به محصولت باور داشته باشی، بعد اون محصول واقعا عالی باشه. این محصول خوب باعث میشد ورزشکارای بزرگم برای مسابقاتشون از محصولای نایکی استفاده کنن. چیزی که کم کم به یه رویه تبدیل شد. نایکی وارد این جریان شد که خودش کفشاشو به ورزشکارای بزرگ بده. یه جورایی باشون قراردادهای انحصاری ببنده. در واقع نایکی بود که این رویه رو مد کرد که یه ورزشکار با یه برند خاص قرارداد انحصاری داشته باشه، همه جا با اون دیده بشه. الان شاید دقت کرده باشین مثلا کریس رونالدو همیشه با برند نایکیه، مسی با آدیداس. و خب یکی از معروف ترین ورزشکارایی که همیشه از برند نایکی استفاده کرده مایکل جردن افسانه‌ایه. قراردادی که خودش یه داستان مفصله، حالا به زودی تو بایوکست میریم سراغش.